به نام خداوند بخشاینده مهربان. شرطهای کلمه لا اله الا الله یعنی این چی معنا دارد؟ جواب: گوینده این کلمه مسلمان نمی گردد و به او فایده نمی بخشد تا که شرطهای زیرین به وجود نآید. یکم، علم، دانستن معنای این کلمه، یعنی وقتی که ما این کلمه را به زبان میگوییم باید معنای آن را به دل فهمیم، وگرنه تنها گفتن آن به زبان فایده ندارد. دوم، یقین، ما باید این کلمه را یقینانه به زبان آریم و در دل ما کمترین شک و شبهه پیدا نشود، یعنی در یکم و یگانگی الله. سیوم، اخلاص، خالی بودن این کلمه از شرک، یعنی هر یک عمل ما باید از ریا خالی باشد و در عبادت ما شرک وجود نداشته باشد. چهارم، محبت، دوست داشتن این کلمه و اهل آن، یعنی ما باید الله و رسول او و مسلمانان را دوست داریم. پنجم، صدق، ما باید این کلمه را صادقانه به زبان آریم و در آن نفاق وجود نداشته باشد، یعنی تنها به زبان نگوییم بلکه به دل نیز آن را تصدیق نماییم. ششم، انقیاد، سر فرود آوردن به آن چیزهایی که در این کلمه داخل است، یعنی خالصانه اجرا نمودن فرموده های الله و دور شدن از منع کرده های او. هفتم، قبول نمودن این کلمه و قبول نمودن آن چیزهایی که در این کلمه داخل است، یعنی تنها به زبان گفتن آن کافی نیست بلکه خود این کلمه و آن چیزهایی که این کلمه در بر گرفته است باید قبول نماید. هشتم، کفر به طاغوت، کافر شدن به تمام آن چیزها و شخصهایی که به غیر الله پرستش کرده می شود، یعنی ما باید اعتقاد داشته باشیم که آن دینهایی که در روی دنیا وجود دارد همه‌اش باطل و ناحق است مگر دین اسلام، و همه آن خداهایی که وجود دارد و آن را کافران و مشرکان می پرستند دروغ است و باطل است مگر الله آسمان ها و زمین و آنچه که بین آنهاست. این بود یک هدیه نامه برای مسلمانان.